بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و بینندگان گرامی. خدا کنه لحظات خوش را داشته باشین. امروز بخیر روز عید است که میخواستم که پیشتر از پروگرامایی که به تعویق افتاده بود و نتونستم که پروگرامای پیشتر خود پیش ببرم چون روزه بود. بر شما معلوم است که در ماه مبارک رمضان باید همیشه همگی وقتی که انسان روزه میگیره باید از زبان از همه چیز باید روزه باشه. چون ما شما مسلمان هستیم، از طرف خود برای همگی تیم افغان تیوی، برای همگی دوستان که در داخل کشور و در خارج از کشور هستند، عید سعید فطر تبریک گفته. خدا کنه همگیتان دارای لباس عافیت باشید. خب دوستان عزیز، خدا کنه که عید به خوشی و به خوبی سپری کرده باشین. کسایی که از یکی دیگر دور هستند، خداوند تعالی اونها را صبر بده که دوری خدا نام هم انجای کنه. و امروز بر شما پروگرام ایده که پیش میکنیم و امروز من خودم شخصا حاضر شدم که باید پروگرام ایده ما باید بر همگی دوستا تبریک بگویم. خداوند تعالی همگیتان خوش داشته باشه. خب دوستان عزیز، امروز میفهمید که مهمان برنامه ما کی است. مهمان برنامه امروزی ما شکریه سلطانی است که البته همراه ما امروز در برنامه شیشته که خواست که ما باید در برنامه روزی در همراه خودت باید بشینم. ما گفتم که خوش آمدید. خب شکریه جان سلام. خب تشکر. نخست از همه برای تمام هموطنان عزیز خود عید سعید فطر برای تمام تلویزیون افغان تیوی از صمیم قلب تبریک میگم. امید است که روزای عید بر بسیار خوبی و خوشی همراه فامیل خودم سپری کنم. درست است. شکریه جان، برای من خواهی هیچ عید تبریکی نگفتی؟ من چرا نه. من قبلا که پیش از اینکه در استودیو بیایم اولین وشه بر خالت کردم. تشکر شکریه جان. و هم از طرف خود ما حال عید برای خودت تبریک میگم. خدا کنه که عیدت به بسیار خوبی گذشتانده باشی. کجا رفته بودی؟ در عید چی کردی؟ والا نام خدا از ما خب فامیلا خب بسیار زیاد است. بعضش در خارج، بعضش از در کابل. یاسمی جان خودم هم میفهمی که یک فامیلی که بسیار من برای اونا احترام قائل هستم که البته دوستا عزیز من چون خبر دارن ندارن، یکی از دو فامیل از افغانای خودم هست، اتر فامیلای پاکستانی هم هست. منتها چون گفتگو از افغانای خودم هست و اون که اول دیگه براتون معرفی کنم که خود یاسمی جان است همراه فامیل محترمش و یک فامیلی دیگه است که چطور براتون بگویم که اگرچه که از قوم نیست مگم فامیل هست، فامیل افغان است. افغان است که اونا فعلا خارج از وطن هستن دیگه. برشان از این عالم دور بر تمام مسافرینی که در کشورهای خارج زندگی میکنن ما برشان از صمیم قلب برشان عید برشان تبریک میگم. خب شکریه جان، در عید خودت جای رفته بودی یا نه؟ خب روز اول عید است و حتما آدم جای میره. اینمی عنعنات رسم و رواج خود ما و شماست که از تمام دنیا افغان ها خب میفهمین که اینمی رسم رواجایی که خداوند برای ما و شما داده و یک چیز است که از اون ما هیچ وقت برداشتی نمیکنیم. حتما جای میریم خانه دوستا و یک گپ است که عید به معنای اینمی است که یک برای نفر مقابل یک چانس دوباره داده میشه. اگر دو فامیلا بین هم مثلا یعنی دو فامیلا بین خود نیستن چی باشه نمی داشته باشه قهر و ای گپا، اینمی را خداوند به اینمی نازل ساخته که وقتی که پورا بعد از یک سال وقتی که ماه مبارک رمضان میایه برای هر بنده خود یک موقع میده که اینمی یک ماه مبارک رمضان به عبادت و به تماما دل پاک و صاف و با نیت بسیار خوب همراه دوستا دوباره میتونی که از طریق اینمی یک رفت آمد و یک گپا دوباره شده باشه. خب شکریه جان، در روز عید البته میخوایم که برای دوستا بشنوانم که در روز عید که رسم و رواج ما شما می باشه که در روز عید باید چی کنیم و افغانا خصوصا چی میکنن، رسم و رواج افغانا چی است که در روز عید باید چی کنن، میتونی برام ارائه بدین؟ چرا نه. یاسمین جان خودت خوب میفهمی که در قدم اول تمام افغانایی که چی در افغانستان هستن
و چی از افغانستان بیرون که زندگی میکنن، اینا همه رسم و عنعنات کلچر خود از یاد نبردن که من برشان احترام قائل هستم و خودم هم که در فعلا در اسلام آباد زندگی میکنم. امرای دیگه افغانا خب میفهمیم که پاککاری خانم افغانا خب یگانه که به تمام دنیا که یگانه یک مثالی که ما داریم که همین یک دو هفته که میمانه قالین شویی و پوش دوشک شویی و پرده چنچکو دیگرت خانه را ایگه پا من دیگه بسیار پاکخور و مست شکریه جان که پیش از این دیگه در ماه روزه دیگه چسبیده بودی کلگی پاکاری و گپا میکرد دیگه خب معلوم میشه. خب این اصل نظرتان است یا سمی جان کن حتما چرا نه ما تمام خانمایی که هستیم با شمول خودت همه زنای افغان بسیار زیاد زحمتکش هستیم. یقینا که نظافت جزئی شک نیست شکریه جان واقعا راست که پاکاری دیگه یک چیز ضرورت با خصوصا که یک بانه میشه و بعد از این که خودت که طرف منزلت میبینی طرف آشپزخانه خانه که میبینی اما خود آدم از نظامت خود آدم لذت میبره. کاملا درست میگی شکریه جان واقعا راست میگی. باز در روز عید که شود چی میکنه مردم دوستا خانه که دیگه میره و میایه یا نه یا چه؟ بله یک چیز واضح است که چون عید از دیگه اگر که نریم باز اگر نمیشه خو رفتن حتما این سوال اول است که یک رسم عنعناتی که در مردم ما افغانا هست که اگر از مادر دو جدا زندگی میکنن بچه ها یا دخترها یعنی که سال بعد یک دفعه عید میاد دیگه حالا نام خدا دنیا ترقی کرده دیگه حالا هر کسی ببینی هر روز شید است که لباس خوب بپوشی نان خوب بخوری به نظر ما هر روزش برای شیدش است. خب افغانا باز در عید لباس های نو جور میکنن یا نه؟ یقینا چرا نه. وقتی که سال بعد اتفاق یاسمین جان در حقیقت اگر دیده شود هر لباسی که بخصوص خانما گرچه که خودم یک خانم هستم یک لباس را که در یک جایی که میبینم بسیار خوشم میاد من منتظر از این نیستم که عید بیاید اونمو که میپوشم خوشم میاد اونمو فکر که عید است. باز عید چون یک برنامه است یک رسمی است که خداوند برای ما شما ایره همونطور یک فرموده که برای خاطر از این یک بانه میشه یک چیز دخترها طفلای خردچوری میپوشن و خینه میزنن و ایگه پا دیگه دونمو ایده دیگه نمیده اید میگه. دوستای عزیز نگفته نمانه که من بسیار چوب هستم و من خودم زیادتر گپ نمیزنم. میخوایم که کل گپا را از دهن شکریه جان بشنوین و خاطر از اینکه شکریه جان از پای امروز میمان برنامه من گپای من زیاد شنیدین میشه که از من خسته شده باشین. به او خاطر از شکریه جان زیادتر سوال میکنم که باید شکریه جان جواب بده و شما بشنوین که شکریه جان چی میگن. خب شکریه جان امی کسی که مثلا جنگی میباشه در عید باز در روز عید آشتی شدنش چه قسم صورت میگیره و چی میکنن در پیش پدر مادر میرن؟ بعضی کسا بسیاری مردم های هست که جنگی میباشن حتی روزا ما سالا گپ نمیزنن با یکی دیگر لیکن به قدرت خداوند روز است که روز بسیار خوشی است که از طرف خداوند برای همه مسلمانان جهان این روز جور شده و اونا که هستن جنگی میباشن پس آشتی میشن. اما درست؟ یقینا یاسمین جان بسیار خوب گفتی. این طور است که امی حالا یک زمان آمده که خفه شدن و جنگی بودن این گپا بسیار آسان کار است اما کس کوشش کنه که برد از او کسی است که اگر نفر مقابل پیش یک کس میره که یک مذرخواهی یا خصوصا به روزی که دوباره اونا وقتی که یک دو نفر به هم دیگر که نزدیک میشن میبینن و خاطریت مبارکی میکنن اینا تمامش از اینا نمایندگی نظری میکنه که پشتر هر گپی که بود از یاد ببرن تا که نه روز نوا که میآید دیگر روزایی که ماهایی که می او را بتانن دوباره از به حساب یعنی سر نو دیگه زندگی را یا من عین یک زندگی ورسته چون زندگی است مجبور نه شکریه جان بسیار امروز لباسای مقبول پوشیدی و امروز میفهمین دوستا که شکریه جان امروز مثل امو خانمای کوچی افغانستان وار معلوم میشه. بسیار مقبول لباس پوشیدین. سلامت باشین. خب امروز ما بسیار ایران مانده بودم. اصلا شکریه جان عید شما کردیم.
چطور؟ به خاطر که لباسای افغانی پوشیدین. با سلامت باشی یاسمین جان. خنده شد که وقتی که شما بر من زنگ زدین من ایران مانده بودم که چی بپوشم. باز چون مسئله چی میگن برنامه بود و دیگه ما مسافر هستیم، از وطن دور هستیم، هرچی که کلچر و عنعنات ابی وقتی که شکریا جان عید میشه بسیار امی اسلام آباد خالی میشه، وجه از چی است؟ خوب سوال کردین. وجه از این است که بسیاری از مردمای اسلام آباد اینا و بعضی مردم فکر میکنن که در اسلام آباد چقدر بیروبار است و ایگه پا نیم اسلام آباد اگر دیده شود اونا خانهشان اینجا نیست، خانهشان دور از اسلام آباد می باشه. به خصوص خودم که این از کابل هجرت کردیم دیگه مهاجر هستیم، این همین هستیم و به مثل ما بسیاری از افغانای دیگه و به مثل ما بسیاری از پاکستانی های دیگه که در اینجا که زندگی میکنن اونا خانهشان نیستن، در جای دور هستن. در روز عید که میشه هر کس میرن طرف خانه. لیکن متاسفانه شکریا جانی برای عید برای تمام مردم خود تبریکی گفتی، لیکن برای خواهرها و برادرای پاکستان هم که است در اینجا نگفتین، باید شما تبریکی برای زنان بتین. خب بسیار خوب. یک سوال است که ما میخوایم به زبان اردو، اگرچه که اردوی من قدر زیاد صاف کلیر نیست. نه اردو شما صاف است نسبت به من اردوی خوبتر و روشن‌تر گپ زدن میتونیم. ما میخوایم برای مردم خود امی پاکستان ما سلامای خود بگویم. البته دیگه از دوستا و از کسایی که مرا لحظه میبینن معذرت میخوایم که اگر کدام از حساب لسان اردو کدام اشتباه شود دیگه مرا ببخشید، چون که زبان خود ما نیست. درست است که همینجا هستیم منتها ما در خانه زیادتر به زبان خود ما همراه اولادام ما صحبت میکنیم، فارسی صحبت میکنیم. شما شوهرتان چیست، پاکستانی است یا افغانی؟ دوستا باشه یک راز شکریا جان بر شما افشا کنم من که البته شکریا جان باید از زبان خود بگوید که درباره خودم یک کم بگوید. حتما چرا نه، من میگم درباره خودم. در قدم اول ما برای تمام مردم پاکستان که بسیار مردم خوب هستن، ما را به سیاست و ایگه با غرض نیست که کی چی داره، چون ما در اینجا زندگی میکنیم. کسی که همراه ما خوب است ما هم خوب هستیم افغانا. درست است. نیست دیگه که بیخی که ما چی نباشیم. چون همینجا زندگی میکنیم و حالا پاکستان دیگه همینجا اولادان درس میخوانن و ما یک سلامای جداگانه خدا که بر زبان اردو قبلا هم بر شما ذکر کردم معذرت میخوایم. خب सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ उन सब पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी अवाम को कि इन्होंने हमें यहाँ मतलब रहते के बावजूद हमें इतने प्यार और हमें इतनी शफकत मिला इन लोगों से और उनसे मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उन सबको ईद मुबारकबाद कहती हूँ. بسیار خوب، मेरी तरफ से भी و از طرف خودم ما برای همگی دوستای پاکستانی خواهران و برادران خود عید سعید فطر تبریک میگم. خدا کنه همگیتان یک عید خوب سپری کنین و عید خودتان خوش بگذره دوستا. خوب شکریا جان، خودت در افغانستان در همه قدر مدت چقدر وقت میشه که خودت افغانستان رفتی و از افغانستان پس اینجا برگشتی؟ یاسمین جان، خودتان میفهمین که وقتی که حالات در افغانستان خراب شد من به سالی که آمدم بسیار مخور بودم و قدر سن نداشتم. درست. و از آمدن من که به پاکستان از کابل که ما آمدیم از شروع دوران طالبا که خب رفت آمده جریان داشت، می رفتیم یک بار حالات خوب می شد باز دوباره همونطور رقم بر هم می خورد حالات افغانستان و می ترتیب رفت آمده بود. تا زیادتر وقت ما بعد از دوران طالبا در پاکستان سپری کردیم و اینجا دیگه اولسیام شدیم و گفتین پیشتر که باش که اینا گفتن که از درباره زندگی خود بگوین. من دو طفل دارم که یک بچه و یک دختر. نام بچه یکم عثمان جان است و نام دختر یکم مفرا جان. خب شوهرتان پاکستانی است یا افغان است؟ بسیار زیاد سوالای شخصی نمیکنید شما؟ من سوال کردم که باید بفهمه دوستا که میمان برنامه ما کی است و کی چه قسم است، از کجا آمده، افغان خو است؟ بله، من افغان هستم، شوهرم پاکستانی است
دیگه اولادایمون درست است. خوب شکریه جان. یک چیز دیگه در امی ذهنم خطور کرد که راستی واقعا ما شما که بسیار زیاد ساعت ما تیر میشه در وطن خود. بله. ببین هر افغانای ما شما که در اینجا هستن کلگیشان از اونا فامیلایشان بسیار دور افتاده، از فامیل دور هستن. حتی تو روزایی میشن که بیچاره بسیار خسته میشن و ایت نمیفهمن چی کنه، حتی در اینجا یک جایم ندارن که به خاطر تفریح برن، چون روز اول دوم عید همه جا بسته می باشن و ایت جایم نیست که بیچاره برن در خانه شیشته بخی خسته میشن، میگن که چی کنیم. اصل عید کس در افغانستان زیادتر مردم به بسیار خوشی تیر میکنن، چون هر کس خانه پدر خانه بچه میره، بچه خانه پدر میایه، این متو چیز خواهر خانه خواهر میره، خانه ماما کاکا خاله اینجا رفت آمد زیاد میکنه. باز متاسفانه خوبی و رونقش ای است که امی هر خانه که میری چقدر به مقبولی در سرخان اوار میباشه و همگی میوه های که از خصوصا میوه ها در افغانستان چقدر میوه خوبش میباشه که حتی میری از خوردنش کنه سعی کردنش خوش آدم میاد. یقینا بسیار خوب گفتی یاسمین جان. امیال امیر رقم که گفتگویی که میکنی امرای من فکر میکنی که بعد افغانستان اینطور یک دلم میکنه که پرواز کنم برم افغانستان. خب اینجا اگرچه که خیلی شده جون گریان نکن. خب اگر گریان نکنم یقینا ملک است دلم گریان میکنه، چشمای عشق پر میشه که وطن است، چه خپل وطن کشمیر ده. واو پشتو. خب خیلی دیگه بسیار چقدر وقت پیشتر رفته بودیم افغانستان؟ تقریبا 1 سال و 3 ماه میشه. 1 سال و 3 ماه بله. که رفته بودیم. خب انشالله اگر زندگی بود تاریخ ده پروگرام دارم که بس باید بخیر بینی بر 15 روز دیگه 2 سال زیاد نمیتونم 2 سال ببینی کلگی ده. بله بسیار زیاد خسور عید روزه و همه چیز یک دفعه بکشم باید بکشم من تا میبرم امرای خود. تشکر شکریه جان. خب شما در عید روز عید که می باشه بیتونی که در شما پیشتر گفتین که یادآوری کردیم که شاورما پاکستانی است. اینال به او صورت میتونم که از خودت یک پرسان رسم رواجی که از اینا می باشه در روز عید پرسان کنم از شما بگوین برم که اگر از ما افغانایی رقم رسم رواج ما می باشه از مردمایی که در پاکستان است چه رقم رسم رواج دارن در روز عید چی میکنن؟ مردمای پاکستان خب این بازم به مو شخصیت کریر خود از او برمیخوره که او چی رقم نه خیر است مختصرا بیان. واقعا است که چرا وقت دیر کردین شما؟ بله ما یک عمر واقعا دیگه کدام شک نیست. اینو به سوی که مثلا که ما دو سرخانه که آراسته میکنیم با او ترتیب پاکستانی ها نیستن واقعیتشه، چون دوستا همه خودشان هم میفهمن برای پاکستانی ها هم هستن، اما به حساب خودشان هم یک چیزی که تیار میکنن اونو خوش هستن قدر که ما زیادتر دیخو مثلا نام میگی که اونا چی تیار میکنن. ما تا بال خانه کس نرفتیم در روزی به خاطر از این پرسان میکنم ما باید بفهم که اونا چی تیار میکنن. چرا نه اونا که هستن یک ما شما چی میگیم نمو فرنی و اینمی بیسکیت و پپسی و این چیزا را میتلون و در خانه شامی کباب میگن با حساب ما شما چیزای نمکی با حساب ما شما شامی کباب میگن با حساب از اینا کتلس میگن. خب اون کتلس جور میکنن و یک رقم امرای نخات و بانجان میرم بسیار باریک اینا. او چی نامش چی است؟ به نام چنه چارت میگن. خب چنه چارت و کسرت ما شما اینا کسرت میگن ما شما فرنی میگیم و در پالیش بیسکیت و نمو یک رقم چیزایی که از پاکستانی از دیگه. یک چیز بگویم که دوستا یگانه چیزی که از اینا هست نمی چنچور میگن. چنچار میگن اونو سیمیانکاس اینی هست. باز دیگه در اونمو یک چیز دیگه هم هست شیرخورما میگن که ما شما سیمیان که جور میکنیم ما شما و امرای شیر جور میکنن دیگه این چیزا هست دیگه. باز نانشان دیگه خب میفهمین که نانای تند تیز است و بریانی و دیگه این چیزا هست.
خب در افغانستان به صورت عموم مجموعاً تمام مردم امو اید یک رقم میگیرن یا از ولایت های افغانستان ایدشانه که تجلیل میکنه از اون مردم های کابل فرق میکنه؟ ولی از ولایت ها خود قدر کدام خبر خاص ندارم، اما همون قدر که نظر به وقتی که در افغانستان بودیم چون اولاد همون خاک هستیم از افغانستان یگانه چیز اگر طرف سمت شمال رخ کنیم بگویم اونا فرق میکنه از افغانستان. عینی چیز است خب منتها اینمی که وقتی که میبری از خانه به دست طفلا در هر دستمال چاکلیت ها را میمانن و نقل میمانن دیگه. خب بعض اطفال قراره که ما بعض اطفال ها را دیدیم شکریه جان پلاستیکا در دستشان می باشه در هر خانه میرن کلگی میوه میتیشانه باز میوه پر میشه پلاستیکا باز خب حالا اگر رسم رواج پلاستیک چون در وقت ما از خودت خود بودی خب پلاستیک نگشتندی یعنی پلاستیک نگشتندی منتها اما قدریات می که از فامیلای ما هست که در سمت شمال هستن، البته که از طرف مادر جانم اونا در سمت شمال زندگی میکنن. وقتی که من خود بودم امیر دیده بودم که اونا متر یک رسم داشتن، نانای ازبکی بوده و کلچای ازبکی که خانما کلچه شو خمیر میکردن و ازبکی وقت نگو شکریه جان کمیال چی گفت یادم کردی دوستای قدر من خجور خوش دارم خصوصا که در بین از او گرم اندازن بازور به بسیار مقبولی جور میکنن در خانه. یکی اون چیز است، یکی دیگه یک چیز دیگه هم از شکریه جان که خودت میفهمی نام خدا شکریه جان دوستا که از بسیار یک خانم کاریگر و بسیار همطور صفایی پسند مقبول کار میکنه و همگی آشپزی و چیزا را یاد دارن. لیکن میفهمی چی را میخوایم که بگویم در بارش گوش فیل که پخته میکنن اصلا مطالعه جور نکردیم برای که من یاد ندارم. راست میگین. خب بهتر از سوال کل چیز همین تیار میایه و از نه بعضی کسا تیار میخرد لیکن بعضی کسایی هستن مثلا این افغانستان است در اطراف اونا بیچاره رفتن نمیتونن خودتا در خانه تیار میکنن. یقینا یاسمین جان قنعه تر از که همی آل بسیاری همی رسم رواج خود ما مردم البته که بسیار با خود ما خرچه خود ما را خود ما سرخود زیادتر کردیم بسیار چیزا تغییر خورده به یک حساب خوب هم است و با یک حساب بگویم دیگه چی که مزاحمت ها کم شده و سعی کنم نان بازار هیچ مزه نمیده وقتی که در خانه نان آدم پخته میکنه چقدر مزه میده. گوشت فیل از گفتین اونا خمیر میشه باز تمام چی میگن زغالایی که ما شما تیار میکنیم او را از ماشین آش میکشیم و روغن سرخ میشه باز اون را کسایی که دیگه بسیار حوصله داره این کارا میکنه بیکار هستن من خود این از دیگه والا اگر کسی که حوصله داره لیکن بسیار مقبول بالا میشه خصوصا وقتی که در سر دسترخوان مانده میشه و غوری گوشت فیل و هر رقم انواع میوه‌جات ما که میوه خشک ماست دوستا وقتی که امی سر دسترخوان بسیار با مقبولی هر چیز میمونن یعنی قدر خوشایند بر آدم باشه که میگی هیچ نخورم طرفش سعی کنه برام من متوسط شد بیا جان بسیار دوستان نام دل میگن کاش ما کابل می بودیم. خب چی میگن هر کس ملک و وطنش اینجا هستن دوستا افغانا همه اگی امو رقم که در افغانستان حیزت است و قدری گپا همینجا هستن. خب من تا بازم افغانستان رفت آمد نیست هیچ وقت کس خانه کس رفت آمد نداره هر کس دم گوشه خود شیشته هر کس اموید خود تنها میگیره و تنها میخوره که از امو فامیل خود اما ترسنی یقینا همین است. خب اما قسم ایده تیر میکنن بیچاره دیگه. خب شکریه جان خودت در اینجا امرای تفلای هستی تفلکایت هم امرای دیده؟ بله من امرای دو تفل خود دمی اسلام‌آباد هستم و از طرف پدر اولادا دیگه ما در اتک هم بودیم. خب شکریه جان به خاطر که میریم به طرف یک تفریح که باید تفریح بگیریم باز بعد از تفریح خب دوستان عزیز میریم به طرف یک وقفه کوتاه بعد از وقفه پس برمیگردیم گوش کنین که شور نخورین باز هم با ما باشین.